The Book of Kings in original lyrics. Part 1. Kiyomar's first king of the world. سخنگوی دهقان چه گوید نخست، که نام بزرگی به گیتی که جست. که بودان که دیهیم بر سر نهاد، ندارد کسان روزگاران به یاد. مگر که از پدر یاد دارد پسر، بگوید تو را یک به یک در به در. که نام بزرگی که آورد پیش، چرا بود از آن برتران پای بیش. پژوهنده نامه باستان، که از پهلوانان زند داستان. چنین گفت کآیین تخت و کلاه، کیومرث آورد و او بود شاه. چو آمد به برج حمل آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و آب. بتابید از آن سان ز برج بره، که گیتی جوان گشت از آن یک سره. کیومرث شد بر جهان کدخدای، نخستین به کوه اندرون ساخت جای. سر بخت و تختش برآمد به کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. از او اندر آمد همی پرورش، که پوشیدنی نو بود و نو خورش. به گیتی درون سال 30 شاه بود، به خوبی چو خورشید برگاه بود. همی تافت زو فر شاهنشهی، چو ماه 2 هفته ز سرو سهی. دد و دام و هر جانور کش بدید، ز گیتی به نزدیک او آرمید. 2 می شدندی بر تخت او، از آن بر شده فره و بخت او. به رسم نماز آمدندیش پیش، و زو برگرفتند آیین خویش. پسر بود مرو را یکی خوب روی، هنرمند و همچون پدر نامجوی. سیامک بودش نام و فرخنده بود، کیومرث را دل بدو زنده بود. به جانش بر از مهر گریان بودی، ز بیم جداییش بریان بودی. برآمد بر این کار یک روزگار، فروزنده شد دولت شهریار. به گیتی نبودش کسی دشمنا، مگر بدکنش ریمن آهرمنا. به رشک اندر آهرمن بدسگال، همی رای زد تا ببالید بال. یکی بچه بودش چو گرگ سترگ، دلاور شده با سپاه بزرگ. جهان شد بران دیو بچه سیاه، ز بخت سیامک و زان پایگاه. سپه کرد و نزدیک او راه جست، همی تخت و دیهیم کیشاه جست. همی گفت با هر کسی رای خیش، جهان کرد یک سر پرآوای خیش. کیومرث زین خود کی آگاه بود، که تخت مهی را جز او شاه بود. یکایک بیامد خجسته سروش، به سان پری پلنگینه پوش. بگفتش ورا زین سخن در به در، که دشمن چه سازد همی با پدر. سخن چون به گوش سیامک رسید، ز کردار بدخواه دیو پلید. دل شاه بچه برآمد به جوش، سپاه انجمن کرد و بگشاد گوش. بپوشید تن را به چرم پلنگ، که جوشن نبود و نه آیین جنگ. پذیره شدش دیو را جنگ جوی، سپه را چو روی اندر آمد به روی. سیامک بیامد برهنه تنا، برآویخت با پور آهرمنا. بزد چنگ وارون دیو سیاه، 2 اندر آورد بالای شاه. فکندان تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه
سیامک به دست خروزان دیو، تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو. And this is how the fate of the first prince and martyr of the Ferdowsi's Book of Kings story, and also this part, ends here. If you want to see the continuation of the story and find out about Siamak's revenge, don't forget to subscribe to the channel and press the bell button to be notified when new episodes are released. Also, if you want to hear the story in the form of simple prose, there is a video with the same name in the Simple Prose playlist, which is in English. See you soon.